سلام. تو این ویدیو قراره سراغ یک سوال مهم از مبحث مجموعه ها بریم. سوالی که از شما میخواد با توجه به برابر بودن دو مجموعه مقدار x y رو مشخص کنید. اما قبل از اینکه وارد حل بشیم، یک نکته خیلی مهم درباره مجموعه ها رو باید بدونید. باید به خاطر داشته باشیم که وقتی دو مجموعه با هم برابرن، اعضای اونها باید یکسان باشن. بزن بریم اینها رو حل کنیم. در هر قسمت مجهولات x و y را طوری تعیین کنید که دو مجموعه a و b با هم برابر باشند. زمانی که گفتیم دو تا مجموعه با هم برابر باشند، باید دو تا اعضاشون دقیقاً یکسان باشه. به نظرتون برای برابر بودن مجموعه اعضای متناظر باید دقیقاً جایگاهشون در یک جایگاه قرار داشته باشند؟ نه، چون در مجموعه ها ترتیب مهم نیست. حالا بریم ببینیم همین نکته چطور کمک میکنه که ما بتونیم x و y هامون رو پیدا کنیم. دو تا مجموعه اینجا داریم، مجموعه A شامل 3 عضو، مجموعه B هم شامل 3 عضو. دقیقاً وقتی که میگیم مجموعه A برابر مجموعه B، اعضاشون دقیقاً یکسانه. الان اینجا مجموعه یکسان رو خط میزنیم، اعضای یکسان رو. خب الان اینجا 3 داره، این نداره، این 5 داره، این نداره. خب پس x مون اینجا میشه 5، y مون اینجا میشه چند؟ میشه 3. اینجا به دست آوردیم. در واقع دوتا مجموعه‌مون، مجموعه A مون شامل 3 5 و 7 شد، مجموعه B مونم 3 7 و 5. خب چون دوتا مجموعه اعضاشون با هم برابره، پس میتونیم اینجا y رو به دست آوردیم که ما y رو به دست آوردیم 3، x هم به دست آوردیم 5. بریم سوال بعدی هم حل کنیم. در سوال بعدی مجموعه A مون شامل 2 تا عضو، مجموعه B مون شامل 3 تا عضو. ما باید هر کاری میکنیم کاری انجام بدیم که مجموعه B مون هم بشه 3 عضو بشه 2 عضو مثل مجموعه B. خب مجموعه B مون میایم راه حل رو میریم اینجا. منفی 3 به توان 2 بخوایم راه حل رو بریم میشه منفی 3 ضرب در منفی 3 میشه 9 مثبت. یه منفی هم پایین داره میشه منفی. پس جواب این میشه منفی 9. بازنویسیش میکنیم منفی 9 و منفی 9 و x منهای 3. خب در تعریف مجموعه عضوهای یکسان رو حذف میکنیم، یعنی این در واقع شد 2 تا عضو، این مجموعهمون شد 2 تا عضو، مجموعه B مون منفی 9 و x منهای 3، مجموعه A مون هم شد 2 تا عضو. حالا میخوایم اینجا x قرار داره، اینجا چی قرار داره؟ y قرار داره. میخوایم اینا رو به دست بیاریم. یه نکته هم که اینجا هست، باید حواسمون به این رادیکال 144 باشه که رادیکال 144 جذر چه عددیه؟ جذر عدد 12. خب اینجا منفی 2y به علاوه 1 داریم و 1 12. مجموعه B مون چی داریم؟ مجموعه B مون منفی 9 و x منهای 3. خب این یه مجهول داره، باید با این قرار بدیم دیگه. منفی 2 به علاوه 1 مساوی منفی 9 منفی 2y. حواسم نبود ببخشید. منفی 2y به علاوه 1 مساوی است با منهای 2. خب منهای 2y برابر با منهای 10. y من به دست میاد چند؟ 5. خب اینجا هم y من به دست آوردیم 5. بریم x من به دست بیاریم. x منم x منهای 3 مساوی است با 12. در معادله داشتیم زمانی که یه طرف عددمون یه طرف معادله بخواد جاش عوض بشه با طرف بعدی معادله، علامتش تغییر میکنه. x من مساوی است با 12 به علاوه 3، x مساوی است با 15. این هم از جواب x. بریم سراغ سوال بعدی. مجموعه A مون قسمت جیم
یک عضو، 2 3 4 5 6. اینجا یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، 5 تا، 6 تا. این یه فرق به بالایی داره که دو تا مجهولامون توی مجموعه بیان. مجموعه A مون دیگه مجهول نداریم. خب ما میایم اونایی که با هم تفاوت داشتن، بذاریم یه رنگ دیگه بزنیم که اونایی که با هم یکسان هستن تو دو تا مجموعه هامون حذف میکنیم. فقط مجموع -10 اینجا داریم، اینجا هم -10 داریم، حذف میکنیم. -3 رو اینجا حذف میکنیم. -7 -7 هم اینجا حذف میکنیم. عضوهای مشترکشون رو حذف میکنیم، ببینیم چی برامون میمونه. خب اینجا رادیکال 36 جذر 6. خب 6 هم اینجا با این 6 حذف میشه. پس از مجموعه A مون چی میمونه برامون؟ از مجموعه A مون یه -3 میمونه، یک. البته اینجا 2 هم بود، این 2 هم باید با این 2 حذف کنیم. -3 1 و آره دیگه -3 و 1. اون 6 هم حذف شد. از این مجموعه چی مون برامون؟ از این مجموعه اینجا x، از مجموعه بعدیمون بی x منهای 4 و y مونده. اینجا به راحتی به دست میاد دیگه. خب پس مجموعه‌مون الان خلاصه شد. مجموعه شماره A مون -3 و 1، مجموعه شماره B مون، مجموعه B مون x منهای 4 و y. خب بچه ما الان که نمیدونیم اینجا الان این معادله رو باید مساوی این قرار بدیم یا اینو. ما میایم هر دو حالت رو بررسی میکنیم. یه بار اینو مساوی این قرار میدیم به دست میاریم، یه بار اینو مساوی این قرار میدیم و همچنین y هم به همین ترتیب و اینجوری به دست میاد. خب بریم اینجا انجام بدیم. x منهای 4 مساوی است با 1، x مساوی است با این میا این طرف میشه 1 به علاوه 4. پس x من مساوی 5. این یه دونه x به دست میاریم. حالا یه بارم x رو مساوی چی قرار میدیم؟ -3. یه بارم میایم اینجا اینو پاک کنیم. یه بارم میایم اینجا x اینجا منو با 1 قرار میدیم. یعنی دو حالت داره، معلوم نیست کدوم جواب ما میشه. x منهای 4 رو مساوی 1 قرار میدیم. خب اینجا x مساوی است با، البته ما اینجا قرار دادیم. خب میایم مساوی 3 قرار میدیم دیگه اینجا رو. x منهای 4 رو مساوی منهای 3 قرار میدیم. x مساوی است با منهای 3 به علاوه 4، x مساوی است با 1. خب پس دو تا جواب آوردیم. چرا بچه‌ها؟ چون ما دقیق نمیدونیم که این دو عددی که اینجا داریم کدومشون مربوط به این میشه متناظر. اولی که مربوط نمیشه که نمیدونیم که این اولی دقیقاً همین. پس یک بار اینو برای با این قرار میدیم مساوی، یک بار اینم با این مساوی قرار میدیم. برای y هم به همین ترتیب. پس دو تا x به دست میاد، x مساوی 5، x مساوی 1 به دست میاریم. حالا میریم دوباره y هم برای اون قرار میدیم دیگه. y خودش راحت میشه. y راحت تره. چرا y راحت تره؟ چون یک بار y رو مساوی 1 قرار میدیم، یه بار y رو مساوی منهای 3 قرار میدیم. بریم قسمت بعدی هم حل کنیم. خب قسمت بعدی رو بعد مقدار دقت کنید بچه‌ها. خب این فقط یک مجهول x داره تو معادله، تو مجموعه b مون دوم. اینجا هیچ مجهولی نداریم. اینجا فقط یک تعداد زیادی عدد حروف انگلیسی داریم که راحت ترین راه حل اینه که سادهشون کنیم که به اینجا برسیم. بذار با یه رنگ دیگه براتون حل کنم.
بریم با قرمز حل کنیم. خب میایم اینجا حل میکنیم. اون چه که برامون باقی میمونه از صورت اینو با مخرج این حذف میکنیم. از صورت این میام جلوش مینویسم که مشخص باشه. چون مخرج کلا میره پس دیگه صورت میمونه. A از بالا میمونه، A پایین داریم، A2 هم بالا داریم، پس یکی از این A بالا میمونه، A میمونه. B پایین داریم، B2 هم داریم، یکی از B های بالامون هم میمونه. A B C هم C2 هم که با هیچ حذف نمیشه، این میمونه. برای دومیمون A2 با A3 میره، پس از صورتمون چی میمونه؟ از صورتمون یه فعلا A میمونه. B2 از بالا با B3 میره، مخرج یک B میمونه. صورتمون هم چی میمونه؟ CAC. برای بعدی به همین ترتیب مخرجمون A مون با A میره، صورت میمونه A B2 C. A B2 C. خب هر کدوم که با هم یکسان بودن حذفشون میکنیم، اونایی که مثل هم دقیقاً یکسانن. بذار رنگا رو عوض کنیم. الان نگاه میکنیم A C صورت مخرج B، پس این با این حذف میشه. A B C2 هم با این حذف میشه. چی میمونه؟ یه X اینجا میمونه برامون که X مون برابر میشه با A B2 C. اینم جواب X مون. بریم قسمت بعدی. خوب بچه به سوالو باید خوب دقت کنید. قسمت بعدی براتون میخونیم. من 2 به توان 0 داریم، 5/10 یا نیم داریم و 0. 3 تا مجموعمون 3 عضو داره. اینجا مجموعمون هم 3 عضو داره، ولی 3 عضو درشت که باید کاری کنیم که به این تبدیل بشه. میایم رو مجموعه بیمون کار میکنیم. روی مجموعه بیمون اینجا میایم کار میکنیم. خب چطور رو مجموعه بی کار میکنیم؟ بذار رنگ قلممون رو عوض کنیم. خب این میایم ساده میکنیم. به چند ساده میکنیم؟ دوتایشون رو به 135 ساده کنیم. این میشه 1، این میشه 2. خب این جذر چه عددیه؟ جذر 9. 3 به توان 2 هم میشه 9. 9 نهم در واقع این میشه کلا 1. خب اینو یه مقداری چالش داریم. بریم اینو حل کنیم. 1 منهای x رو داریم. اینا رو میایم از هم کم میکنیم. 4 و 4/10 منهای 3 و 6/10. خب این میشه 3، این میشه 14. از 14 6 بره 8 میشه 8/10. پس مخرج میشه چند؟ 8/10. حالا میایم مقایسه میکنیم دیگه. اینو بازنویسی میکنیم. 2 به توان 0 میشه 1. اینم میشه نیم یا همون 1/2. اینم 0. خب این دقیقاً بچه ها مشخصه دیگه. نگاه کنید. الان بخوایم خط بزنیم ببینیم کدوم با کدوم. این با یه رنگ دیگه خط بزنم که معلوم باشه، نارنجی. خب الان میایم کدوم یکه؟ این یکه. این که با این یک خط میخوره، چون 9 نهم یعنی 1. این که با این خط میخوره میره. خب 1/2 نیم یعنی 1/2 دیگه، درسته؟ نیم یعنی 1/2. این هم با این اولی خط میخوره، میمونه این میمونه که مساوی 0 قرار میدیم، خودمون به دستش میاریم اینجا. یعنی 1 منهای x مخرج 8/10 مساوی 0 قرار میدیم. طرف مسئله که کنیم 1 منهای x برابر میشه با 0، چون 0 ضرب در هر عدد میشه 0. پس اینجا منفی x برابر منهای 1، x برابر با 1. به همین راحتی جواب x هم ما اینجا به دست آوردیم. بریم قسمت بعدیمون.
میگه مجموعه های برابر رو مشخص کنید. خب میخوایم ببینیم آیا اینجا x و y بود، اینجا میخوام ببینیم آیا این دو تا مجموعه ها با هم برابرن یا نه. پس راحت ترین راه کارمون اینه که ما بیایم چیکار کنیم، مجموعه هامون رو بیایم ساده کنیم. به نظر شما راه ساده تری که وجود نداره. بیایم ساده میکنیم. رنگ قلممون رو عوض میکنیم. خب به چند ساده کنیم؟ به 10. صورت و مخرج به 10 میشه منهای 1. صورت و مخرج به 100 میشه منهای 2. صورت و مخرج به 1000 میشه منهای 3. فکر کنم این رنگی قلم زیاد جالب نیست. صورت و مخرج به 10,000 میشه منهای 4. بعدی هم به همین ترتیب. صورت و مخرج به 50 میشه منهای 1. صورت و مخرج به 50 میشه منهای 2. صورت و مخرج به 50 میشه منهای 3. صورت و مخرج به 50 میشه منهای 4. پس منهای 1 2 منهای 3 منهای 4 و دقیقاً پس نتیجه گیری میکنیم اینجا مجموعه A مون برابر با مجموعه B مونه. بریم قسمت بعدی هم حل کنیم. به رنگ دیگه حل میکنیم که خب قسمت بعدی سوالمون رو میریم حل میکنیم. اینجا رادیکال میشه 1 جذرش 1. این میشه 2. چه عددیه؟ رادیکال 3. جذر رادیکال 9 میشه 3. جذر رادیکال 16 میشه 4. اینم به همین ترتیب. منتها یه فرقی با این میکنه که باید ساده کنیم. الان ساده این میشه 1. کلن اولی میشه 1. 3 با 3 ساده میشه 1. اینم با این ساده میشه دومی هم میشه 2. سومی هم ساده میکنیم. این 1 4 با 4 ساده بشه میشه 1. 3 هم با 9 ساده بشه میشه 3. آخری این به 7 ساده میشه 1. یکی تاثیر نداره. این به 4 میشه 1. این هم میشه 4. 1 4 تا 4 تا. پس این مجموعه اولیمون 1 2 3 4. مجموعه دومیمونم 1 2 3 4. پس این دوتا مجموعه‌مونم با هم برابرن. مجموعه چی؟ مجموعه C برابر شد با مجموعه D، چون تعداد اعضاشون دقیقاً با هم برابر بودن. یه کادری میکشیم که خب به این ترتیب تمام قسمت‌های سوال رو بررسی کردیم و دیدیم که چطور فقط با استفاده از مفهوم برابری مجموعه‌ها میتونیم مقادیر مجهول رو پیدا کنیم. اگه این روش براتون مفید بود حتما ویدیو رو لایک کنید. برای کسی که مبحث مجموعه‌ها مشکل داره بفرستید. اگه هنوز بعضی قسمت‌های سوال براتون سوال هست تو کامنت بنویس تا در ویدیوهای بعدی بررسیش کنیم. خدا نگهدار.